اگر نکات طلایی برای فروش رو در 1 دقیقه میخوای همراه من باش. یک بازار شلوغ و رنگارنگ در ایران باستان، جایی که هنر مذاکره نه تنها بخشی از زندگی روزمره مردمه، بلکه عامل کلیدی در موفقیت کسب و کار به حساب میاد. دوران پادشاهی انوشیروان دادگر، یکی از بهترین پادشاهان ایران زمین رو براتون به تصویر کشیدم. مواردی که باید بدونی: تحلیل دقیق موقعیت، باید بدونی مشتریای تو چه سبکی رو در حال حاضر بیشتر میپسندن و چه مقدار از محصولات تو اطلاع دارن. 2. تکنیک های پیشرفته ارتباطات غیر کلامی، بر اساس خروجی آخرین مقالات، زبان بدن تا 55، تون صدا تا 40 و حالت چهره تا 15% احتمال فروش رو افزایش میدن. گوش دادن فعال، توجه کامل به صحبت‌های طرف مقابل و درک نیازهای او، امکان ارائه پاسخ‌های هدفمند و متناسب رو روی تو بیشتر میکنه. استفاده هوشمندانه از طنز، به کارگیری شوخی‌های به موقع مناسب میتونه تنش‌ها رو کاهش بده و فضای دوستانه ایجاد بکنه. همیشه انعطاف پذیر باش، بذار مشتری با تو حس آرامش داشته باشه. ارائه ارزش افزوده، تاکید بر مزایای توافق و ایجاد شرایطی که هر دو طرف احساس رضایت کنند کلید موفقیت در مذاکره است.